بحق معناه. كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها، أسماء حسنى لعلا، وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از نامه‌های زیبا و مبارک پروردگار من و شما الغنی هست و الله متعال این نام مبارک را در قرآن کریم بارها ذکر فرموده و خودش را با این نام و با این صفت معرفی کرده. تقریبا حدود 18 بار در قرآن کریم این نام مبارک ذکر شده، من جمله این که الله متعال در سوره فاطر می فرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، شمایید که نیازمندید، شما فقیر و محتاج الله متعال هستید و الله متعال غنی و بی نیاز ستوده شده هست. الله متعال نه به شما و نه به هیچ کسی دیگر و نه به هیچ چیز دیگر در هیچ زمانی وابسته و نیازمند نبوده و نخواهد بود. اما این شما هستید که در تمامی لحظات زندگی، قبل از زندگی و بعد از زندگی، باز هم نیازمند الله متعال هستید. والله هو الغنی الحمید. اما الله متعال بی نیازی هست، غنی هست و در کنار بی نیازیش محمود هست، ستوده شده هست و صفات کمال را، صفات غنا و ثروت را، صفت بی نیازی را در بهترین و کاملترین صورت همراه با حمد، همراه با ستایش، همراه با تعریفی که لیاقتش را دارد هست. در جای دیگر الله متعال می فرماید و ربک الغنی ذو الرحمه، و ربک الغنی ذو الرحمه در سوره انعام. پروردگار تو الغنی هست، بی نیاز هست، ذو الرحمه و صاحب رحمت هست، رحمان و رحیم هست. یعنی این که الله متعال بی نیاز که هست، شما نیازمند او هستید، اما الله متعال بی نیازی هست که رحمت دارد، رحمان و رحیم هست و به نیازمندان رسیدگی می کند، نیازمندان را برآورده می کند. در سوره لقمان الله متعال می فرماید لله ما فی السماوات والارض، هرچه در آسمان و زمین هست از آن الله متعال هست. مالکشان و صاحبشان که اختیار دخل و تصرف در آن را دارد فقط الله متعال هست. لله ما فی السماوات والارض، هرچه در آسمان ها و زمین هست از آن الله متعال هست. ان الله هو الغنی الحمید، همانا و بدون تردید الله متعال غنی حمید هست. معنی غنی عرض کردم که عکس نیاز هست. غنی یعنی بی نیاز، کسی که محتاج دیگران نیست،
بلکه برعکس دیگران همه محتاج او هستند. الله متعال غنی هست و غنیتر از الله متعال کسی نیست و در تمام اسماء و صفات الله متعال زیباترین اسم را و کاملترین صفت را الله متعال دارد. چه بسا ما در جامعه خودمان، در شهر خودمان بگوییم که فلانی غنی هست و فلانی نیازمند هست، اما تمام کسانی که غنی هستند در دنیا ما آنها را با این صفت میشناسیم، باز هم نیازمند الله متعال هستند. الله متعال غنی مطلق هست. هرچه در آسمان هاست و هرچه در زمین هست از آن الله متعال هست و هر کسی که غنی هست این غنا را از الله متعال دریافت کرده. در دنیا تمام کسانی که نیازمند و هستند یا نیازمند نیستند، اما در مقابل الله متعال همشون نیازمند هستند. بی نیاز مطلق و غنی مطلق صرفاً الله متعال هست. غیر از الله متعال تمام مملوک و تمام محتاج و نیازمند الله متعال هستند که هم در ذاتشان و هم در زندگیشان، هم در رزق و روزیشان، هم در ناز و نعمتی که در آن هستند و نیاز دارند، در تمام این موارد محتاج الله متعال هستند. پس بنابراین وقتی که ما میگوییم که الله متعال غنی هست و بی نیاز هست، یعنی این که الله متعال در ذات خودش و در افعال خودش و در صفات خودش و در سلطانی که دارد و در ملکی که دارد الله متعال کاملا بی نیاز هست. در هیچ موردی از این مواردی که عرض کردم الله متعال به هیچ کسی نیازمند نیست، بلکه تمام وجود و تمام جهان هستی نیازمند الله متعال هست. الله متعال در آفرینش، در زنده کردن، در میراندن، در غنی کردن، در فقیر کردن، در شفا دادن، در سعادت بخشیدن، در برآوردن نیازهای نیازمندان بی نیاز هست. در هیچ موردی الله متعال نیازی به کمک ندارد و سرمایه الله متعال و ملکی که الله متعال دارد، خزاین تمام چیزها را که شما تصور بکنید در اختیار الله متعال هست. الله متعال غنی حمید هست. برخی از کسانی که ما میشناسیم غنی هستند اما غنی مذموم هستند. غنی هست، بی نیاز هست، اما بخیل هست. هیچ کسی از مردم از چنین غنی که بخیل هست، نه خودش میخورد و نه به دیگران میدهد، از چنین فردی راضی نیستند. اما الله متعال غنی حمید هست. الله متعال غنی هست بدین معنی که نه نیاز مادی دارد و نه نیاز معنوی. از بس الله متعال غنی و بی نیاز هست، به عبادت من و شما و اطاعت کنندگان و عبادت کنندگان نیازی ندارد. عبادت کنندگان هیچ منفعتی به الله متعال نمیرساند و سرپیچی گناهکاران هم هیچ گونه ضرر و زیانی به الله متعال ندارد و هیچ ضرری رو نمیرساند. بی نیاز هست، هم از جهت مادی بی نیاز هست و هم از جهت معنوی. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان یطعمون. الله متعال نیازی به رزق ندارد و نیازی به این ندارد که کسی به او طعام بدهد و نیازی به عبادت من و شما هم ندارد. از عبادت من و شما الوهیت الله متعال اضافه نمی شود، ملک الله متعال اضافه نمی شود و از نافرمانی و عصیان ما هم
در الوهیت الله متعال و در ربوبیت الله متعال و در اسماء و صفات الله متعال هیچ گونه خدشه و خللی وارد نمی شود. الله متعال غنی هست، اما غنی هست که محسن هست، اهل احسان هست. با این که الله متعال غنی هست و از من و شما غنی هست، یعنی این که به من و شما نیازی رو ندارد، اما باز هم با وجود بی نیازی که از ما دارد احسان می کند بر من و شما. چه بسا در زندگی مثلا ما احساس بکنیم که اگر کسی به ما لطفی می کند شاید از ما امیدی رو دارد، کارش یک جایی لنگ هست، امید دارد که ما در یک جایی به کمکش بشتابیم، به ما نیاز دارد. اما الله متعال در اوج این که از ما بی نیاز هست و غنی مطلق هست، اما به بندگانش احسان می کند، لطف و نعمت دارد. و در اوج این که الله متعال از جانب ما هیچ گونه ضرری رو احساس نمی کند و ما در حدی نیستیم که به الله متعال ضرر و زیانی وارد بکنیم، ترس ضرر از ما ندارد، اما باز هم به ما احسان می کند. چه بسا که برخی از انسانها به خاطر این که از فلان انسان می ترسند به او احسان می کنند، اما الله متعال نه نیازمند ما هست و نه از ضرری از جانب ما متوجه الله متعال هست. پس بنابراین اگر الله متعال به ما انعامی دارد، احسان می کند و لطفی به ما کرده، صرفاً احسان او هست، بر اساس این که الله متعال بی نیاز مطلق هست. اگر به ما احسانی می کند بدین معنی نیست که به ما نیازی دارد و بدین معنی نیست که از ما خوف و هراسی دارد، نه، بلکه الله متعال غنی هست و بی نیاز هست و از کمال بی نیازیش و از کمال و از جمال صفت و نام الغنی الله متعال به تمام بندگانش لطف دارد و احسان و نعمت دارد. الله متعال غنی هست، نه نیازی به زن دارد و نه نیازی به فرزند دارد و نه نیازی به شریک در ملک و پادشاهیش دارد و نه نیازی در الوهیت و عبودیت و ربوبیتش دارد. نه ناتوان هست که کسی بخواهد الله متعال را کمک بکند و هیچ همشأن و کفوی الله متعال ندارد و این نشانه کمال غنی بودن الله متعال هست. نه نیاز مادی دارد و نه نیاز معنوی و در هیچ زمانی الله متعال نیازمند نبوده و نخواهد بود. یکی دیگر از صفات پروردگار که برگرفته از همین کمال غنی بودن الله متعال هست این که الله متعال غنی هست و دیگران را هم غنی می‌گرداند و انه هو اغنا و اغنا. اگر کسی غنایی دارد، ثروتی دارد، اگر کسی در یک حدودی بی نیاز از دیگران هست، این باز هم لطف الله متعال هست. این پروردگار هست که این را بی نیاز گردانیده و اگر بخواهد این مال را از او میگیرد، به هر کسی بخواهد نعمت میدهد، رزق میدهد و از هر کسی که بخواهد میگیرد، هر کسی را که بخواهد بی نیاز میگرداند، هر کسی را که بخواهد بنابر مصلحتی نیازمند میگرداند، زیرا که او غنی مطلق هست. و در قرآن کریم وقتی که ما نامه ها و صفات الله متعال را میبینیم که در کنار هم قرار داده میشوند، الله متعال در مورد صفت غنی بودن و نام الغنی میبینیم که این نام مبارک را در کنار نام الحلیم و حلیم قرار داده. در سوره بقره الله متعال میفرماد والله غنی حلیم، والله غنی حلیم. الله متعال بی نیاز و حلیم هست،
بردبار هست، حلم دارد، صبر دارد. این دو صفت این را میرسانند که الله متعال غنی هست و نیازی به بندگان ندارد، بدون این که از غنی بودن الله متعال چیزی کاسته بشود عنایت می کند. و حتی کسانی که ناسپاس هستند و حتی کسانی که نافرمان الله متعال هستند و عصیان می کنند، بازم الله متعال حلیم هست، به خاطر حلمی که دارد حتی نعمت خودش را از گناهکاران و نافرمانان هم نمیگیرد. حتی از آن کسانی که منت میگذارند الله متعال حلیم هست و آنها را زود مجازات نمی کند. و چون که حلیم هست الله متعال، هم حلمش کامل هست و هم غناش کامل هست، پس بنابراین عصیان انسان و منتگذاری انسان و کوتاهی انسان سبب نمی شود که الله متعال رزق و روزیش را از بنده قطع بکند، بلکه الله متعال غنی حلیم هست. حلم الله متعال نه به خاطر این هست که الله متعال توانایی ندارد، نه به خاطر این هست که الله متعال فقیر هست، نه به خاطر این که الله متعال نیازمند هست. الله متعال حلیم هست و احیانا شاید کسی تصور بکند که در دنیا چه بسا انسانهایی باشند که حلیمند، بردبارند، صبورند، تحمل دارند، اما از روی ناتوانی هست، از روی عجز هست، از روی فقر هست. اگر همین فقیر به مال و ثروت برسد چه بسا که سر به طغیان میزند، آن وقت حلیم نخواهد بود، انتقام میگیرد. اما الله متعال حلیم هست، در اوج حلم خودش غنی هم هست. یعنی این که اگر کسی کاری رو انجام بدهد، گناه و معصیتی رو انجام بدهد که مقتضی گرفت الله متعال هست، سزاوار عذاب الله متعال هست، سزاوار انتقام هست از جانب الله متعال، اما چون که الله متعال باز هم حلیم هست، در اوج حلم هست، باز هم صفت غنای خودش را و بینیازی خودش را و غنی گردانیدن دیگران را اجرا می کند. یعنی ناز و نعمت را و احسانش را دریغ نمی کند. و در جای دیگر در سوره انعام الله متعال می فرمد و ربک الغنی ذو الرحمه، پروردگار تو غنی هست و ذو الرحمه هست، بی نیاز هست همراه با رحمت. الله متعال بی نیاز هست از این که ما به الله متعال ایمان بیاوریم، از این که ما طاعت و عبادتی رو انجام بدهیم، هیچ نیازی به این ندارد. و در کنار این الله متعال اهل رحمت هست، ولو این که از ما کوتاهی سر بزند، اما الله متعال رحمان و رحیم هست، اهل رحمت هست، می بخشد گناهان را، معاف می کند و در کنار آن انسان را بی نیاز می گرداند، نیاز انسان را هم برآورده می کند. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، الله متعال غنی حمید هست، غنی هست که همه او را می ستایند. بسیاری از مردم غنی هستند اما دارند فقیرانه زندگی می کنند، از ترس این که مبادا فقیر بشوند از ناز و نعمتی که دارند استفاده نمی کنند و خیلی فقیرانه روزگارشان را می گذرانند. اما الله متعال غنی هست که حمید هست، همه او را می ستایند، زیرا که آثار غنی بودن الله متعال به همه انسانها و به تمام مخلوقات می رسد. الله متعال چنان غنی هست که و چنان بی نیاز هست که هر چرا که انسانها میخواهند اگر به آنها بدهد چیزی از الله متعال کاسته نمی شود. چنان غنی هست که اگر تمام مردم
مطیع و فرمان بردارش باشند، چیزی در سلطنت الله متعال اضافه نمی شود. و اگر تمام نافرمان الله متعال باشند، باز هم از ملک و بینیازی الله متعال چیزی کاسته نمی شود. در روایتی که در صحیح مسلم هست، حدیث قدسی، الله متعال می فرماد: یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط اذا ادخل فی البحر. ای بندگان من، اگر تمام شما اولین و آخرین جمع بشوند، انس و جن در یک میدانی جمع بشوند و هر کسی هر چه را میخواهد از من طلب بکند و من هر چه را که بندگان انس و جن و اولین و آخرین بخواهند به آنها بدهم، من به اندازه بی نیاز و غنی هستم که این همه بخشش از ملک من چیزی را کم نمی کند، اگر مانند این که شما سوزنی رو در دریا بزنید و بیرون بکشید، چه اندازه از آب دریا کاسته می شود؟ به همین اندازه از ملک من کاسته می شود. یعنی این که هیچ کاسته نمی شود. سوزنی که در دریا فرو برده شود و بعد از آن بیرون کشیده بشود، هیچ تأثیری در آب دریا ندارد. می‌فرماید که یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقی قلب رجل منکم، اگر اولین و آخرین انس و جن شما، همه شما پرهیزگارترین انسان باشند، جز برترین اولیاء الهی باشند، متقی و کاملا پرهیزگار باشند، ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، این در ملک من و در سلطنت من و در بینیازی من چیزی رو اضافه نمی کند. ولو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم، اگر تمام اولین و آخرین شما، انس و جن شما، همه گناهکارترین انسان باشند، فاجرترین انسان باشند، یعنی همه شما مثل فاجرترین انسان باشید، ما نقص ذلك من ملک شیئا، بازم از ملک من و از سلطنت من و از الوهیت الله متعال و از ربوبیت الله متعال چیزی کاسته نمی شود. زیبا هست الله متعال در آخر می فرماد یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، ای بندگان من، شما در حدی نیستید و به جایی نرسیدید که بتوانید به من ضرری وارد کنید و بخواهید ضرری وارد بکنید، و شما در حدی نیستید و به جایگاهی نرسیدید که بتوانید به من نفعی برسانید و بخواهید چون این کاری رو انجام بدهید، زیرا که الله متعال غنی مطلق هست، یعنی مطلقاً به هیچ چیزی در هیچ زمانی و در هیچ مکانی نیازمند نبوده و نخواهد بود. امیدوار هستم که اللهی که بی نیاز هست ما را از بندگانش بی نیاز بگرداند و در دنیا و آخرت ما را فقط و فقط نیازمند خودش بگرداند و کامیابی دنیا و آخرت را انشاءالله به همه من و شما عنایت بفرماید. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه، كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها، أسماء حسنى لعلا، وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه.
بصدق ربا وعرفت بحق معناه